تو دختری خالای شوهرم بودی. این رو به تو کی گفت؟ مراد بو بخش به تو چیزی نشد؟ او پسری کیست؟ پسری جناب کندال؟ تو همه هیچ کس رو نمیشناسی ینگه؟ اکا او بارون رو میفهمد. از کجا میفهمد و میشنود خدایا؟ با مادرم درست گپ زن. میدانی که او کیست؟ تو هم به پدر مونده. فرزندانی من هم با آنها میتوانی برادری کنی. بهترش تو را میپرانم. یگانه ثروتم باران است. سبب زندگی من پسری زیبایم. اگر تو نباشی من میمیرم. شما دائما زنده میمانید. دائما در بری من میشوید. میخواهم روی شما را دائما خندان ببینم. تو از ما چی میخواهی؟ چی میخواهی؟ مراد برای من گردن بند آماده کرده بود. طرحش رو خودش کشیده بود. مادر حقیقت را گویید. او شوهرش بود، فهمیدید؟ آن هدیه شوهرش است. با سبب تو ما چند سال عذاب کشیدیم، میدانی؟ گیر بین. گیر. نامی پدرم مراد، نامی مادرم نسرین. پدرم چرا مردن؟ چرا از بحری من گذشتن؟ گپ زن. تو را با آن آب پرتایم موری و پدرم آیند. مادر جان! اول مرا میپرانی باران، فهمیدی؟ وقتی من اولین کودکم پسرم رو از دست دادم در شکم تو باران بوده است. چی یعنی؟ وقتی مادرم به من حامله دار بودند این زن هم حامله دار بود. باز پسر. فرزند را از مادرش جدا کردن این مگر دزدی نیست؟ نه. سالها بارون پسری من است میگفتم، ولی این خیلی نبوده است. مادر هر روز پسرم از من دور می شود. بارون را از من نگیرند. بارون پسرم اگر مرا دوست داری با اون زن گپ نزن. با من معامله خوب نکنی هم، ولی میدونم که تو بچه خوبی بارون. شما میخواهید یا نه پدری ما یک است؟ تو چنین میشماری که با آغوش نسرین یک پسر زیبایی گذاشتم، ولی اصلا تو به دل من آتش افروختی مراد. تو باز یک پسر دیگر داشته ای. پس از تولد او را از دست داده ای. او را هیچ یاد میکنی؟ او را باری هم با آغوشم نگرفتم، رویش را هم ندیدم، ولی او را چنان یاد میکنم برایش زار زار میگیریم. پسرم. از هم دیگر بی خبر مادر و پسر با هم یک جای می شوند. باران! مادرت را دار! اگه چی کار میکنیم؟ من به باران زندگی کردن نمیتوانم، میمیرم. پسرم که او را مرده است گفتم، زنده بوده است. پسرم در کجاست؟ گپ زنید. پسرم! پسرم در کجاست؟ پسری تو؟ نه. باران است. پسرم را از من میگیرد. من از اینجا فرزندانم را گرفتم میروم، فهمیدی؟ به هیچ کجا نمیروی، فهمیدی؟ باران پسری من است.